بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب التعليق على الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، والتعليق للشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. قال صاحب المتن: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. شيخ الإسلام رحمه الله می‌فرماید: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. أصل یکم یعنی از چند اصل؟ از هفته یا از هشته؟ از ششته. بله. این چی بود است؟ اخلاص دین است. اخلاص چی؟ دین است. یعنی دین تازه نگه داشتن از چیز؟ از شرک، از خرافات که میشه به شرک میبرد، برای خاطر الله تعالی، لله تعالی. اصل یکم چی بود است؟ یعنی دین را اخلاص کردن بود است، تازه نگه داشتن است برای خاطر الله عز و جل که تنهاست، وحده لا شریک له، شریک ندارد. و بیان ضده الذی هو الشرک بالله. همین اصل با در بیان چی بود است؟ در بیان ضد اوست، یعنی ضد اخلاص. اخلاص یعنی مراد از اخلاص توحید گفته شده است. همین اصل هم اخلاص میفهماند و هم ضد اخلاص است. برای چی ما در برابر اخلاص با ضد اخلاص میآموزیم؟ برای خاطر آن که اخلاص ما ویران نشود. گفته از ویران کننده های اخلاص چی احتیاط کنیم. گفته که آن شرک به الله است. فهمیدید؟ هر جا که شرک است اخلاص وجود ندارد. هر جا که اخلاص وجود دارد اونجا چی نیست؟ شرک نیست. برای همون اینه هر دوره یک جای آموختن ضرورت دارد. نعم. وكون أكثر القرآن، وليكم أستوام نشد است، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. و بیشتری قرآن در بیان این اصل است. در بیان کدام است؟ در بیان اصل یکم از شش است. یعنی قرآن اگر شما انالیز کرده برید، یعنی که تفتیش کرده برید، نگاه کرده برید، خوانده برید، اگر به شرطی که یعنی که علم تو رسد، بیشتری قرآن میبینه در موردی همین یکم اصل است. یعنی در بیان اخلاص و ضد اخلاص. ضد اخلاص چیه؟ شرک با معنی های گوناگون. یعنی بعضش صراحتاً آمده است، بعضش به معنی های گوناگون که اون معناش چیه؟ معناش شرک است. با کلامی که آن را پسترین عامی میفهمد. یعنی الله تعالی چنان فهماندگی است که پسترین عامی، یعنی با عامی هیو با عامی را با پستر میفهمد. خلاص. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. أكون دوام شكل. سپس چون بسر امت رخ داد آنچه که رخ داد. نگاه نه چی گفته است؟ سپس بسر امت فرامد همان چیزی که فرامدگی است. یعنی که خودتون میدونید میگه دستری امت چیه؟ یعنی چنان جهالت فرامد، چنان بدعت فرامد در سرش، چنان مصیبت فرامد،
چنان جهالت فرامد که در سبب نیست شدن علم بعد چیکار کرد؟ از این جهل شیطان از این فرصت استفاده برده، شیطان برایشان اخلاص را در صورت پس دادن صالحا و بی‌پروایی حقوق آنها اظهار کرد. نگاه کنید، شیطان اومده برایشان اخلاص نو تشکیل کرد، فهمیدید؟ و برایشان شرک نو تشکیل کرد، فهمیدید سدید؟ و یا که از قرآن و حدیث دور شدن برای میگوید که ثم فهمود که ثم لما صار على اکثر الامه ما صار، بعد از همین میگود چنان زیبا فهموندگی که پسترین عامه این باید میفهمید شرک چیست و توحید چیست، همین باید میفهمید. ثم صار على اکثر الامه ما صار، وقتی که بسری امت فرامد، ما صار همون چیزی که فرامد، نفهمونیست چیز فرامد یعنی مثلا که مراد از آن چیزی که رخ دادگی مثل بدعت هایی که در دین داخل شدن، مثل بدعت های صوفی ها و بدعت های شیعه های شنیع و دیگر بدعت ها، اینا همه به سبب چه؟ به سبب اعراض بیشتر امت از راه نشانداد پیغمبر صلی الله علیه و سلم شد. فهمیدید؟ بدعت خیلی در اومد در امت به سبب مردم از سنت رو گردوندن شد. فهمیدید؟ بارک الله. از این فرصت استفاده برد و شیطان چیکار کرد؟ برایشان اخلاص را در صورت پس دادن صالحا و بی‌پروایی حقوق آنها اظهار کرد. فهمید؟ گویا که صالحا را ما چیکار میکنیم؟ یعنی که احترام میکنیم، گفته برایشان نشون داد و برایشان نیز به الله شریک یعنی شرک قرار دادن را در صورت محبت صالحا و پیروی از آنها اظهار کرد. اومده خودش برایشان نشون داد. نه اکنون ببینیم خودی صاحب گویم شرح یا که تعلیق چی میفرماید؟ قوله إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له وبيان ضده الذي هو الشرك بالله وكون أكثر القرآن لبيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلاد العامة. أقول يعني الشيخ أحمد ابن يحيى النجمي أكن شو رمينا تعليقه بفرمان الإخلاص لله هو القاعدة العظيمة من قواعد الدين التي ينبني عليها ويتلوه المتابعة. مشکلت الناس اخلاص کردن برای الله این یک قاعده بزرگ است از قاعده های دینی که دین در بالای این قاعده بنا می شود. فهمیدید؟ قاعده من چه؟ قاعده فوندامنت، اساس. اخلاص برای الله کردن این قاعده بزرگ است از قاعده های دین که دین در بالای همان بنا می شود. بیوای دین بنا کردن به مثال یک زمینی هموارنده به یگون فوندامنت، به یگون اساس خانه پوشیدن است که اندک سیلنده و ایران شدنش ممکن، یعنی که بقای طول ندارد، بقای اندک دارد. مفهوم؟ خب برای همون یعنی که برای این دین چی؟ قاعده بزرگ در کار می شود. قاعده بزرگ این از چی عبارت؟ از اخلاص. و یتلوه المتابعه. نگاه کنید، یتلوه المتابعه یعنی اخلاص را تابع می شود. متابعه یعنی اینها از یکدیگر جداگی ندارند. فهمیدید؟ اخلاص و متابعت یعنی یتلو، تلا یتلو به معنای یعنی از پس یک کس اومدن یا که از پس یک چیز او را چیکار کردن؟ ذکر کردن می شود. اخلاص که کردی حتما باید که یتلوه، پس از آن چی باید باشد؟ متابعت باشد، پیروی باشد. فالدین یقوم علی هذین الاصلین، یعنی دین قائم می شود در بالای این دو اصل، در بالای این دو اساس. یکم اخلاص الدین لله تعالی وحده لا شریک له، دین را برای الله حق سبحانه و تعالی تازه نگه داشتن است. الله که او یک و یگانه است، یگان شریک و یعنی همتای ندارد. دویم متابعت گفتیم، یعنی متابعت رسوله صلی الله علیه و آله و سلم، پیروی از
پیغمبری او سبحانه و تعالی، یعنی پیغمبری الله حق سبحانه و تعالی کردن، پیروی از محمد صلی الله علیه و آله و سلم کردن. فلا يقبل عمل الا بتوفر هذين الشرطين فيه. دیدید یگان عمل قبول درگاه الله نمی شود به چی؟ به بودن این دو شرط در عمل. فهمیدید؟ الا بتوفر هذين الشرطين فيه، به بودنی یکی در یعنی که مثال گیریم مگر همون وقت یعنی عمل قبول درگاه الله حق سبحانه و تعالی می شود وقتی که در عمل این دو شرط توفر باشد. یعنی معنی توفر چه؟ فراوان باشد، وجود داشته باشد. فمن عمل عملا لم يؤسس على هذين الاصلين فإن عمله يكون مردودا عليه. کدام انسانی که یگان عمل را انجام دهد که لم یؤسس علی هذین الاصلین، یعنی اساس نداشته باشد، او بنا شدگی نباشد در بالای این دو اصل، یعنی اخلاص و متابعت نداشته باشد، فإن عمله یکون بعد مردودا علیه. البته عملی چنین عمل کننده به مقابل خودش مردود رد می شود. مردودن علیه من معنی چه؟ یعنی قبول نمی شود و در برابر قبول نشدنش مقابل او می شود. فهمیده؟ عمل قبول نمی شد، این یک. دویم این که چی؟ بم با مقابلی همون خودی انسان می شود که وای یا چیکار کرده است، یا اخلاص نکرده است که در نتیجه شرک کرده است، یا پیروی از پیغمبر صلی الله علیه و آله نکرده است که در نتیجه چی کرده است؟ در نبودن متابعت چی روی میدهد؟ بدعت روی میدهد. حتی ولو اخل بواحد منهما، حتی میگوید اگر یکی از این دو را ویران کرده باشد، یعنی گویم که بگذار اخلاص کرده باشد و پیروی از پیغمبر علیه السلام نکرده باشد، عملش چی میشد؟ مردودن علیه میشد. اگر مبادا یعنی که پیروی از پیغمبر علیه السلام کرد ولی اخلاص نکرده باشد، چی میشد؟ اون نیز مردودن علیه میشود. این دو از یکدیگر جدا نشونده است، این دو شرط. فمن اخل لله ولكنه اخل میشه. فمن أخلص لله ولكنه لم يتابع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن عمله باطل لعدم المتابعة. دیدید چی میفرماید؟ میگه کسی برای خاطر الله اخلاص بکند ولی پیروی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نکند، البته عمل او باطل است. برای چی؟ برای خاطری پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نکردنش. و من تابع الرسول صلی الله علیه و آله و سلم فقط ولم يخلص لله فإن عمله باطل أيضا. لماذا؟ لعدم الاخلاص. کسی پیروی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بکند، فقط پیروی از رسول الله بکند و برای خاطر الله اخلاص نکرده باشد، البته عمل چنین کس نیز باطل است. به خاطر چی پرسیده مانند چی میگن؟ برای خاطر اخلاص نبودن، اخلاص وجود نداشته باشد او شرک میشد. فمن الادله على الاخلاص قوله تعالی. بس اکنون بعضی از دلیل هایی که ویها دلیل میشوند برای خاطری در عمل چی بودنش، شرط یکم بودنش اخلاص، این چی است؟ این آیت زیری می باشد. قل ان صلاتی، الله تعالی می فرماید قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلك امرت و انا اول المسلمین. الله تعالی می فرماید قل، بگو هر آینه نمازی من، نماز عبادت است، و نسکی ای ذبحی قربانی من، و محیای ای حیاتی حیات من، و مماتی ای موتی مردن من، لله رب العالمین، خاص برای الله است پروردگار جهانیان. دیدید همه اینها باید که خالص صرف برای الله حق سبحانه و تعالی باید که اینها را انجام داده شود. فهمیدید؟ خالص برای الله. لا شریک له،
او یگان شریک ندارد. و بذلك امرت، و به همان من مأمور شده هستم، یعنی الله من امر کرده است. با کدام این اشاره به چیست؟ و ذلك اشارتون الى توحید، یعنی به همین توحید من مأمور شده هستم. فهمید؟ الله چی میگوید؟ و بذلك امرت، من مأمور شده هستم به همین توحید. و انا اول المسلمین، من نخستین از مسلمانان هستم، یعنی من اولین مسلمان ها هستم. پیغمبر علیه الصلاه و السلام نخستین مسلمان هاست. نه. و قوله تعالی، این آیت چی دلیل شد؟ دلیل اخلاص شد. و قوله تعالی قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. نعم. الله سبحانه و تعالی نیز میفرماید قل انما انا بشر، بگو من انسان هستم مثل شما، یعنی من جز انسان مثل شما دیگر کسی دیگر نیستم، من هم انسان، یعنی حالی مقصور علی البشریه، یعنی من هم یعنی که انسان هستم، من ملک نیستم، دیگر چیز نیستم. مثلكم یوحى الی، به من وحی فرستانیده می شود، یعنی یک خصوصیت من دارم که و در شما نیست. در عموم من هم مانند شما بشر هستم، مانند شما انسان هستم، فقط یک خصوصیتی که در من هست و در شما نیست از آن عبارت است که یا که مرا الله تعالی از شما برتری داده است به طفیل چی؟ وحی و نبوت، من پیغمبر کرده است، به من وحی می آید. یوحى الی انما الهکم اله واحد، یکی از همون وحی های پروردگار که به من آمده است از آن عبارت است که معبود شما معبود یکتاست. انما الهکم اله واحد، معبود شما معبود یگانه است که جز او دیگر یگان معبود بر حق نیست. فمن کان یرجو لقاء ربه، کسی امیدواری لقای پروردگارش را داشته باشد. کسی چی؟ امید بندد، کسی امیدواری لقای پروردگارش را داشته باشد که آرزومند باشد که به جنتی او داخل بشود، آرزومند آن باشد که دیدار پروردگار را ببیند، برای خاطر این چیکار بکند؟ فلیعمل عملا صالحا، باید که عملی صالح بکند. عملی صالح ای متابعا فیه لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، عملی صالح آن عملی را میگوید که وی پیروی از پیغمبر علیه السلام داشتگی باشد. این یک شرط بجا آمد. ولا یشرک بعبادت ربه احدا، در عبادت پروردگارش یگان کسو و یگان چیز را نباید که شریک قرار بدهد. شرکا اکبر او اصغر مثل کریا، خواه مثال گیریم شرک بزرگ باشد و خواه شرک مثال گیریم چی؟ معیده باشد مانند ریا، یعنی که عمل صالح باید که اینه نداشته باشد. اون معنا نداره که شرک اصغر یعنی که انسان از ملت اسلام نمی برارده و ما بی‌پروا باشیم. فهمیدید؟ بعضا می شود که همون شرک معیده وسیله آن می شود که انسان برده به سبب بی اهمیتی بی پرواگیش به شرک اکبر برده رساندنش ممکنه. نعوذ بالله. مفهوم؟ نه. در همین آیت دو شرط عبادت ذکر شد. و قوله تعالی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، و ایشان در کتابشان مأمور شدند که الله را عبادت بکنند، مخلصین له الدین، برای الله دین را تازه بکنند، اخلاص بکنند، یعنی که چه؟ قصد بکنند به عبادتشون روی الله را. حنفاء باید باشند، یعنی روگردان باشند از تمامی انواع شرک و روی آور به الله باشند. یعنی چی؟ حنفاء میگویند. حنفاء آن کسانی را میگویند، صیغه جمع حنیف میگویند، حنیف مفرد و حنفاء جمع میشوند. حنیف آن کسانی را میگویند که از شرک رو میگردانند و روی آور به توحید میشوند. حنیف آن کسانی را میگویند که از تمامی آن چیزی که مخالفی نشاندادی الله و پیغمبر است رو میگردانند و موافق شریعت هرچی هست روی به او میارند. نه. و یقیم الصلاة و یؤتوا الزکاة، نیز مأمور شدند که نماز را قایم و برپا بدارند و زکات را بدهند. و ذلک دین القیمه، دین و کیش ملت
یعنی که عادلانه، ملت راست، ملت حقیقت از همین عبارت است. دین حق همین است. فهمیدید؟ بنابراین هر دین و هر آیینی که غیر از اسلام میبینه البته در او یعنی کم و کمبودی هسته. از چی؟ یعنی که شرک هسته، بدعت هسته و هكذا. و قوله تعالی فادعوا الله مخلصین له الدین ولو كره الكافرون. فادعوا الله الدعاء هو العباده. الله را عبادت بکنید مخلصین له الدین، ای موحدین له، یعنی که توحید رعایه کرده، اخلاص کرده برای الله حق سبحانه و تعالی. ولو کره الکافرون، گرچنده که این اخلاص شما یعنی که کافرها را چی ناخوش آرد، یا که در این اخلاص شما کافرها چی شوند؟ ناخوش بشوند، شما یعنی که به ناخوشی اونها اهمیت نداده باید که اخلاص رعایه بکنید و الله را عبادت بکنید. والادله على هذا كثير، یعنی دلیل نسبت این خیلی هم بسیار است. و اکثر السور المکیه آیاتها فی حوار مع المشرکین، بسیار سوره هایی که در مکه نازل شدگی هستند آیاتشون در مسئله چی گفتگوزار همراه مشرک ها هستند و بیان بطلان دینهم، در مورد باطل بودن دین اونهاست. ولی استدلال علی ابطالهم، یا که دلیل گرفتن به باطل بودن همون و بیان ان معبوداتهم و بیان روشنی آن که معبودهای ویهانی که و هی الالهه التي يعبدونها، یعنی بت‌هایی که ویها را عبادت می‌کردند. لا تملك شیئا، مثلا مالک یگان چیز شدن نمیتونه، یعنی که دلیل گرفتن، یعنی که دلیل خواهد که به باطل بودن معبودهای ویها، دلیلی که مثال گیریم معبودهای ویها مالک یگان چیز نمی باشند. قول الله تعالی می فرماید والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، اون بت‌هایی که شما غیر از الله ویها را عبادت میکنید مالکی قطمیر نمی باشند. قطمیر هو اللفافه الرقیقه التي على نوات التمر، یعنی که یک پرده نازک را میگن که دانه خرما را چیکار کرده است؟ پرده پوش کرده است. و قوله فی الآیه فی آیه اخرى، و قول او تعالی در دیگر آیت چنین میفرماید ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، آیا اون بت‌ها از ملک یگون چیز نصیبه دارن؟ یعنی اون ملک آسمان ها و زمین ملک الله است، از همین ملک برای ویها هم یگون چیز هسته، وگرنه مردم را یگون نقیر نمیدادن. چی نمیدن؟ النقرة فی ظهر نوات التمر، نقیر گفته همون چی؟ همون کفتگی که در دانه خرما است، او را نقیر میگن. بعد قطمیر چیه؟ اونایی که پرده پوش میگن. با فتیل گفته که چیزی دیگه هم هست که رشته که در درونش میشه. نعم. و بیان عجز هذه الآلهة و ضعفها كما قال تعالی، نیز الله سبحانه و تعالی بیان روشنی می اندازد چی عاجز بودن این معبودها، ضعیف و ناتوان بودنشونه، كما قال تعالی، چنانه که الله تعالی فرمود یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، یعنی مسئله را ای مردم مسئله را بیان کرده شده است، روشنی انداخته شده است. فاستمعوا له یعنی اندیشه بکنید، گوش فرا دارید، یعنی که طوری که لازم است اندیشه کردن. ان الذين تدعون من دون الله، بدرستی اون معبودهایی که شما ویها را غیر از الله میخوانید، عبادت میکنید، دعا میکنید، لن يخلقوا ذبابا، پشتر آفریدن نمیتوانند. ولو اجتمعوا له ای تعاونوا مجتمعین علی ذلك، گرچنده که همه جمع شوند، هم عابدها هم معبودها همه بتها را جمع بیاورید، یک دیگرشون یاردم هم دهند که یک پشتر راست کردن نمیتوانند. و این یسلبهم الذباب شیئا، اگر مبادا پشتر آمده از اونها یگان چیز بره باید بگیره از نزدشان، لا یستنقذوه منه، از دست او کشیده گرفتن نمیتوانند. هم خیلی است، از دست او کشیده گرفتن نمیتوانند، از پشتر کشیده گرفتن. نه. ضعف الطالب والمطلوب، یعنی هم طلب کننده و هم طلب کرده شده هر دو چند ضعیف هستند، یعنی هم معبودها چند ضعیف هستند و هم یعنی که اون پشه ها چند ضعیف هستند، یعنی هر دو مخلوقند آخر. وفي أثناء ذلك يبين الله عز وجل قدرته في مخلوقاته التي خلقها، ودر أثناء
در همین در دوام همین الله سبحانه و تعالی روشنی می اندازد قدرت خود را در مخلوقات خود التي خلقها، اون مخلوقاتی که الله سبحانه و تعالی وایها را آفرید، و آیاته التي اودعها، یعنی که اون آیاتی که وایها را چیکار کرد گذاشت است در این دنیا با آیات نشونها مونده است الله تعالی لیدلک علی کماله و قدرته. این آیات یعنی که آفتاب و ماهتاب و دیگر کوه و هر چیزی که چشم تو میبینن همه اینها آیات کونی هستند، همه خیلی است آیات کونی هستند. چرا اینها را الله تعالی اودعها یعنی گذاشته است الله تعالی لیدلک، تا این که اینها تو را نشون بدهند دلالت بکنند به کمال او و به قدرت او، و انه هو الاله الحق المستحق، که او الله معبودی بر حق و لایق است للالوهیت برای عبادت دون سواه، نه اون دیگرها. و انه هو الذي ينبغي ان يعبد، و او الله ذات است که ينبغي ان يعبد باید که او را عبادت کرده شود، و ان تخلص له العبادة باید که اخلاص را برای او انجام داده باید که در عبادت برای او اخلاص را انجام داده شود، اجرا کرده شود. لما له على الناس من فضل بخلقهم و ایجادهم، برای خاطر اون که الله سبحانه و تعالی بالای مردم چنان فضل و مرحمت دارد به سبب و یا را آفریدن و یا را ایجاد کردن. و ما یسدی لهم من النعم، و آن نعمت هایی که برایشان یسدی یعنی ارزانی میبخشد. و ما یتفضل به علیهم من رزق، و آن رزق روزی که به اونها مرحمت بخشیده است یتفضل به، فهو المستحق للعبودیه دون سوا، و بنابراین او حق بر او لایق عبادت است نه غیر الله. والكلام في هذا يطول لو اردنا ان نسلك شيئا من التقصي وما ذكر فيه الکفایه، یعنی گپ در این مسئله صحبت در این باره خیلی طول میکشد. اگر ما خواهیم چیکار کردن یعنی که با چقورتر و عمیقتر در این مسئله نسلک رفتن گیریم. و ما ذکر فیه الکفایه، اون چیزی که در این مورد ما ذکر کردیم یا که ذکر کرده شده است بس کفایت میکنه. یعنی اگر ما آیات و حدیث ها را همش جمع کرده بگیم این تعلیل نمیشه، این با شرح میشه و این تفسیر وارد میشه. فهمیدید؟ بنابراین هر چیز ذکر کردیم همین قدر برای صاحب عقل و صاحب خیرات چی کفایت میکنن میگه شیخ رحمه الله. و اما المتابعه، این هر چی که ما تا اینجا خوندیم درباره چی بود؟ در مورد متابعت بود، یعنی پیروی از پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم. اکنون سر میشه متابعت هر چی که بود درباره اخلاص بود. بله هر چی ما ذکر کردیم درباره اخلاص بود. اکنون متابعت پیروی از پیغمبر علیه الصلاه و السلام. فادلتها كثيره ايضا من كتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و علی آله و سلم. دلیل آن خیلی هم بسیار است نیز از کتاب الله و سنت پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم. فمنها ما جاء في قوله تعالى، از جمله آن است که در قول الله تعالی آمده است می‌فرماید و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شدید العقاب. می‌فرماید الله تعالی و ما آتاکم الرسول، آنچه را که رسول به شما آورد یعنی به شما عطا بخشید، فخذوه همان را بگیرید، و ما نهاکم عنه و از کدام چیزی که شما را منع کرده است فانتهوا باز استید، واتقوا الله از الله تقوا بکنید، ان الله شدید العقاب، بدرستی الله در عقاب، در جزا دادن، در عذاب کردن خیلی هم سختگیر است، یعنی از عقاب الله خیلی هم چی سخت است. و قال جل من قائل، الله که بزرگ است در گفتن میفرماید و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. و ما کان لمؤمن یعنی نشاید مؤمن را یعنی مرد و نشاید مؤمنه را زنی را، اذا قضى الله ورسوله امرا وقتی که الله و پیغمبر او کاری را چیکار کرده باشد حکم کرده باشد، یگون کار حکم قرار کرده است، ان یکون لهم الخیارة برایشان اختیار باشد من امرهم یعنی اختیار بکنن چی یعنی از به اختیار خود باشند، یعنی امر الله را اختیار نکنن، امر پیغمبر اختیار نکنن، به اختیار خودشون باشند، یعنی لایق نیست، حق ندارن.
و من یعص الله و رسوله این عصیان میشود، این مخالف میشود. کسی مخالف از الله کار میکند، مخالف از پیغمبری او کار میکند، فقط ضل ضلالا مبینا و خطا کرده است، از جاده حق بیراه شده است و ضلالت او چی به همه باید که مبینا کشاد و روشن باشد و انق باشد. يعني أنق وشمشت گمراه مشود. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الله سبحانه وتعالى می‌فرماید کسانی که شما ایمان آوردید استجیبوا لله ای اجیبوا الله را اجابت بکنید، پیغمبر را اجابت بکنید. اذا دعاكم هنگامی که شما را فرا می‌خواند دعوت می‌کند لما یحییکم نسبت آن چیزی که در او حیات شماست، زندگی شماست. مراد از اون حیات الایمان و العمل الصالح، یعنی اونایی که شما را دعوت میکند که او باعث حیات زنده بدن شما، یعنی زندگی واقعی میشود، زندگی ایماندار و زندگی عملی صالح دار است. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، یعنی بدانید که الله چیکار میکند میان انسان و قلب او چی میشود؟ حائل میشود، مانع میشود. یعنی مالکی قلب انسان، مالکی خود انسان الله هست. فهمیده؟ او را به کدام طرف خواهد به همون طرف میگرداند. فهمیده؟ بین شما، بین قلب شما الله هست که مثال گیریم او کدام طرف توبت همون طرف به همون طرف قلب انسان مائل می شود. و انه الیه تحشرون و بدانید که به سوی او محشور خواهد شد، کرده شد، یعنی که گرد آورده خواهد شد، یا که مثال گیریم بعد از مردن زنده می شود و به سوی او باز می گردد. و قال الله عز وجل قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. نیز دیگر دلیل آن است که می‌فرماید قل ان کنتم تحبون الله، بگو اگر شما دوستداری الله باشید، شما پیروی از من بکنید و چنگ زدن سنت. یحببکم الله در نتیجه الله شما را دوست می‌دارد و یغفر لكم ذنوبکم و گناههای شما را یعنی می‌آمرزد. والله غفور رحیم، الله آمرزنده و مهربان است. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل فقد أبى. فقد أبى. نعم. در حدیث آمده است از ابو هریره رضی الله عنه چنین روایت میکنند که ابو هریره اسمه عبدالرحمن بن صخر الدوسی رضی الله عنه، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چنین فرمود تمام امتی من به جنت داخل میشوند الا من ابى، بجز آن کسی که نمیخواهد داخل شدن. گفتند یا رسول الله کی نمیخواهد داخل شدن؟ گفت کسی اطاعت از من بکنه به جنت داخل میشود، کسی از من عصیان ورزد یعنی عاصی شود و نمیخواهد داخل شدن. دیگه خیلی زیبا فرمود، یعنی دوزخ میدارن نگفت پیغمبر علیه السلام، فرمود که و نخواست خودش به جنت داخل شد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وجزاكم الله خيرا كثيرا وبارك الله فيكم.